Mirza, Ali. No, ¿estaba por aquí? Ah, allí. Un aplauso, que viene por aquí. ¿Qué idioma به نام خداوند بخشنده مهربان. ای خواننده فارغبال، اگر بگویم من میخواستم این کتاب که ملتابه فرزند فکر من است چنان زیبا مستشم و سرشار از ذوق و معنی باشد که مافوق آن را نتوان تصور کرد، بی آنکه نیازی به سوگند باشد، باور کن. اما افسوس من درست درپیشی کنم، بنابراین طبعی همچون طبع من عقیم و ناپخته جز آن که داستان پسری خشک و نحیف و مضحک و محشوم از افکار عجیب و غریب به وجود بیاورد. چه میتوانست کرد؟ پسری که به شگفتی آن از هیچ زیر و وحی پدید نیامده است، پسری که تنها ممکن بود در جایی مانند زندان و یا در مکانی ناامن و ناراحت و یا در زادگاهی که در سراسر آن شایعات شوم و نامیمون پیچیده است، چشم به جهان بگشاید. فراغت و راحت و امنیت و مسکن و لطف و تراوت و مزارع و آرامش، صفای آسمان ها و زمین و زمزمه چشم ساران و آسودگی فکر و خیال همه موجبند که عقیم ترین خدایان ذوق و شعر باور شوند و ثمرات شگرفی به بار آورند که جهان را قرین مسرت و شادی کند. ای بسا که پدری فرزندی زشت رو و عاری از لطف و ملاحت دارد، ولی مهر پدری چشمش را می‌بندد تا عیوب پسر را نبیند. برعکس، عیب فرزند را حسن و نقص او را کمال پندارد و معایبش را به عنوان آیات روشنی از هوش و فرست و وی برای دوستان خود تعریف کند. لیکن من که برخلاف تصور پدری واقعی دونکیشوت نیستم و او را به من نسبت دارم.